سلام به وقت خیر دارم خدمتتون که لایک کنید کامنت بذارید. بریم سراغ بازی کتاب فروشی. Let's go. I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the moonlight. حرفای خانم دوستی اسمم خیلی نشد دیگه کاراشو انجام دادم. قبل گفت پسرم اومدی به کتابخونه قدیمی اینجا میخواد خودمونو داستانی خیلی هم ولی حالا کار ندارم ولی گرافیک بازی خیلی خوبه. خیلی خوبه یعنی گرافیک. اینجا نمیدونم چی میفروشه. فکر کنم بازی حیوان هم داره. لگه بازی وای اینو بریم بندازیم. آقا بیا کتاب دارم مفتکی میندازم اینجا واسه خودت. آقا کتاب مفتی بیا ببر مشتری. من اینو میندازم اینجا هر کس خواست برداره. مفتکی کسی خواست بفرماد برداره. دیگه اونقدر من یزید نیستم که بزنم. بودو بیا گوش کنی. بودو بیا حراج کتاب کردم. به این کتابا یکی بخر دوتا ببر. ببر. کلاهبرداری جدید بهتون نمیدیم یکی بخر دوتا ببر. دیگه چقدر میخوام؟ باید $4 پس. آقا لطفا از من حمایت بنمایید چون اوه عزیزم اولی مشتری تو راه انداختیم. چه خوب بودو بیا حراج کتاب مشتری. سلام. کتاب های انواع کتاب های خوب، کتاب های داستانی، کتاب های ویژه، تمام مدلگاه کن. این کتاب ها عالی. نبری ضرر میکنی. ببر ضرر میکنی. اینو نبری ضرره توش ضرره. جانم من به این کتاب ها حاج خانوم 10 تا از اون کتاب بردار ببر ضرر میکنی ها. گاه کن اینا کتاباشون خود دوبه اومده. اصلا گاه کن آمریکایی. آقا ضرر میکنی نبری ها. واقعی دارم میگم ضرر میکنی. ضرر نکنی مشتری. بودو بیا بهتری.
کتابا 20 نیستش اصلا تو این دنیا. بهترین کتاب این کتاب جانم من کتاب حاج خانم بگو این کتابا از خود کف آمریکا اومده. از کجا؟ از برج ایفل. نه برج ایفل که چیز بود، از کنار خود کافه سفید آورده. خود ترامپ اینا رو درست کرده. اصلا هم تو قدر جون اینا رو درست نکرده اصلا. یعنی اصلا من نمیرم تو قدر جون بارو. اینا رو خودم رفتم، اصلا هم تو قدر جون اینا رو درست نکردم. اصلا خیال جمع اینا قدر جونی نیستن. من خودم هم نمیدونم کنم چه کار کنم. آقا یه حسی بوده بذار بیام کتاب رو جمع کنم. ترسان رو یه حس داره من میگه جمع کنم کتاب رو. یه حسی داره من میگه خودم نمیدونم ولی میگه کتاب رو باید بندازم. $74 در آوردیم. اوه شهاب سن آقا شانسمون گفت من برداشتم اینو. کتاب رو دوست برد. من چقدر واسه این مغازه زحمت کشیده بودم. آره نیست میگم عزیزم مغازه نابود شد، بیزار شد. این معلومه یه خلافکار چیزی هست. من صحبت ها اینو بشنوم و بیام. هست این مدیر بانک بوده. یارو مدیر بانک بوده. بعد اومد میگه من یه مغازه بزرگتر دارم. بعد میخوای با این مغازه کوچیک مغازه رو عوض کنی؟ یعنی منظورش اون بود این مغازه رو بدی اینو بگیر. اینو میگفت. منم گفتم اوکیه و هیچ مشکلی ندارم و باشه. این حالا اومدن روش تحقیق کردم ببینم قضیه چیه. کجا میرسی؟ بازی معلومه داستانی هم هست باحاله. آره بازی معلومه داستانی و باحاله. تو این مغازه جدیده اومدیم. بعد اینجا نمیدونم چیه. نمیدونم من هم نرون دارم. من رفتم اینجا چرخ زدم تا چیزه. بعد اینجا هم نگاه کنیم. اینجا یه انباری فکر کنم هست. بعد اگه اشتباه نکنم میری توی اینجا رو میبینی این انباره میره به بالا. نمیدونم اینو چیه اووردی گنده شده اووردی. اینو کچ کن. آها نه یعنی بخواد به این چیزی اینجا اشاره کنه. آها لطفا چی نگو. اوک میریم اینجا یه دونه قفسه سفارش میدیم.
3 تا قفسه تو میخوای چیکار؟ چی داداش من پول ندارم. بعد بازی اینطوریه، هم میتونی مغازه رو ارتقا بدی مثل بازی های دیگه. فکر کنم بشه کارمندم آورد، نمیدونم. اگه بشه کارمند آورد این بازی خداست. خب مشتی دیگه، آخه مشتی دادا چه کاری بود؟ من میخوام بعدا اینو سفارش بدم. درست؟ اوکی. خب چه کاری بود آقا؟ تو میخوای 200-400 دلار گرونتر چیز کنی، یه دونه به درد نخور بگیری. اینم اینا چیه؟ این جدید هرچی. خب الان معلومه هیچ فرقی هم ندارم. به خدا هیچ فرقی هم ندارم. همه جا من گشتم میدونم تو سفساریه. ضرر کردیم بسته، چرا ضرر کرد؟ وایسی اینجا رو پایین اینطوری. نه آها آقا تایم ویدیو میخوام طولانی نشه. بذار من قفسی کنین. اینو دارم اینجا، یعنی اون فلشه که اینجا یعنی داره بینش واضح زد جدید. خب یعنی آقا این داره میگه بیان کتاب ببن، کتاب نمای خودم مکشم. نمیدونم چی شد یاره، نمیدونم یه باره اومد تو این حالا چیه. آقا خیلی ممنون تا اینجا ویدیو دیدید. خداحافظ.